با 2 تا آدم آنلاین بودن که می‌خواستن هنگوت کنن. یکیشون یه سیاه‌پوست بود، یکیشم یه آقایی بود با کلی ریش و خودش هم سبزه‌تور و اینا. بعد یعنی اول اصلا یه حس شبیه مثلا یه داعشی رو نه تو که معلومه با تو هنگوت نمی‌کنم. و رفرنس هم نداشت. گفتم این اصلا خود خطره، رفرنس هم نداشت. گفتم با سیاه‌پوستام آشناشم. اتفاقا اونم یه معلم زبان بود و کلاس آنلاین داشت و این حرفا باشه هنگوت کردم و گفتش که ببین من یه میتینگ بچهای آدانا گذاشتم دارم میرم اونجا، میخوای بیای؟ منم خیلی دوست داشتم برم. و گفتم که آره. بعد نگاه کردم دیدم میتینگر رو همون آدمه با اون ریش و فلان گذاشته. گفتم ای بابا بس که نمیشه، من باید برم یادم رو ببینم. رفتیم و اتفاقا بهتون چی بگم چقدر ذهن من اشتباه برداشت کرد. این آدم انقدر شریف، انقدر مهربون و دوست داشتنی خدا میدونه.